یادم تیمسار دلا همون نابغه که تو جنگ داشت کلی سابقه، به ما میگو همه ولاو بیدن، دختر پسرا دنبال دلاو بیدن. ما میگفتم دلا کمی مثبت ببین، همش رو پاچکوتوی رفی نبین. دلا میگو مثبت جگرن دنیا ولاو بیده، دو چشات کور خیلی چیاو ندیده، دخترو دیگه یکی دوتا راودی نیسه، ای عمق فاجعه اندومت بادی نیسه. پاچه کوته سینه وال مینا مش کرده، آدم میمونه این لواش چش کرده. لب نیست با عرض مدارت لیویرن، میگو به چا بره این لوا میمیرن، انگا سر لپاش نونه نهاوده، خودش میگو جرای کرده گونه و ناوده. مانتوهاشونم که تاشی چنشونن، 12 کیلو سایه زیر چششونه. خوش به حال آرایشگرا پولدار را بیدن، یه مش زن و دختر خر او هم سوا را بیدن. حالا دیگه میرن بعد جاشون خال میدنن، عکس ما رو اجدا و چوی بال میدنن، دخترای چیزنا دم حال میدنن، عین او با خوردن شماره میگیره میسکال میدنن. جون تو نه جون خم خودم دیدم، آخه زیاد تو خیابون بحثی بیدم، نه که خیابونو یکی بهشتن، ولی این خیابونو خیلی دشتن. همه جور گراد و کفتار و مار میبینی، انگار زن 7 ساله باردار میبینی، خودش تو بسی کمش تو پشتکو، عینک‌دوزیش دیگه کشتمو، الهی 7-8 نایه بوسودی، کمت کوچیکا کوچتا عینک‌دوزی. پسرامونم که روغن لب میدنن، ابرو وایسونن باری که کد سیدنن، میناشون هی سیخ سیخ میکنن، پادولفیاشون انادهی میخ میکنن، بله دست دیاشون درد نکنه، دلایه رو با کنچی میناشون میکنه. دیگه تشخیص مرد و زن کار گوگوشه، مردم پاچه لوله تفنگی تیشرت دختر میپوشه، جد تو نه جد خم نه جد سردا مینه، دست و پاشونم وایسونن ای پسراو، احمالی دوبه و اومده پسناد داره، تا دیرو گلبون بیده امرو ناد داره، تا عبادار موینی کویت پول در آورد و اومد ایران یه تیپیزه آورومون برد، من نه تو بادار گتر حمال بیدی، حالا ابرو وایسونی کلک چهی. گفتم دلا ایا که میگی راست میگی، گفت نپا باد شوخی دارم کاست بیا ماس بگی، 2 تا دونه کالباس بگی، بریزن عباس بگی.